با سلام خدمت همراهان عزیز. میخوام براتون دیزاین آکواریوم پلنت رو انجام بدم. چون وقت گرفته نشه و فیلم زیاد نشه، اینو از قبل من یه تنه چوب رو برداشتم، توش خزه کریسمس کار کردم و جابای خارجی. بعد اینا رو به خاطری که بمونه خزه ها رو باید لای شاخ و برگا ببندین. این جابه هم باید با نخ نامری یا با یک نخی، یا هم اگه با چسب بود بهتر، این که با چسب بچسبونین که از هم جدا نشه. فکر میکنم اینو به این صورت من بذارم بهتر باشه. اون بستگی به سلیقه خودتون داره. میتونین هر سنگی اگه داشتین یا چوبی داشتین خودتون طراحی دیزاین بکنین که به دل خودتون باشه. خب حالا فضای جلو رو معمولا گیاهای کوتاه‌تر رو باید بذارین که پشتی ها معلوم بشه. اینها یه مقدار سایزش بزرگه. ما خب معمولا اینا رو چون ریشه‌ش رو ما نگه می‌داریم از اینجا میزنم. بعد ویدیوهای قبلی هم که بهتون گفته بودم باید حتما شما پنس داشته باشین که گیاه توی اون بستر یا کودتون قرار بگیره. به این صورت شما اینو میذارید. سلیقه‌ایه دیگه بچه ها. شما میتونید ردیف آخر رو تمامش رو از این یه نوع گیاه بذارین، میتونین یکی در میون بذارین، ولی معمولا به خاطر اینکه قشنگتر بشه گیاهایی که شکل همنو شما توی یک ردیف و یک قسمت از آکواریوم میذارین. من این گیاهایی که الان میبینین تعدادش خیلی بود، از داخل همین آکواریوم در آوردم و میخوام خلوت‌ترش کنم این دفعه. دو تا شاخه گیاه با هم میگیرین و اینکه میذارین داخل آکواریوم. خب اینها رو من چون یه مدل گیاهای کوتاه‌تر دارم برای این قسمت در نظر گرفتم. البته زیاد نیست، 3 تا بوته. یه مدل این گیاهو دارم که رنگش قرمز، کنار اون باشه قشنگ میشه، ولی اینا رو میخوام اون طرف آکواریوم بذارم که ترکیب رنگش هم داشته باشه و زیبایی خودشو حفظ کنه. ببینین شما اگه گیاه هم کم داشتین، این گیاه ها یه طوریه که قطعش بکنید دوباره توی خاک بذاری، از همون قسمت دوباره رشد میکنه و ریشه میکنه. خب این هم از این. بعد حواستون باشه به خاطر اینکه گیاهاتون زمان بره داخل خاک بکنید و اون رطوبت خودش هم از دست نده، شما هر چند دقیقه یه بار آب و اسپری میکنین روی اینها که تراوت داشته باشه و گیاهاتون خراب نشه. در جریان باشین که امکانات منم کمه و دارم با حداقل امکانات و
هزینه اینو برای شما درست میکنه. ببینید شما همین آکواریوم هم میتونین مثلا با 1 تومن گیاه درست کنین. نگاه بکنین این گیاه های قرمز خیلی خوشگلی هم هست. میتونین خب بستگی داره به خودتون، آکواریومتون بزرگتر باشه یا بیشتر بخواین هزینه کنین، طبیعتا میتونین گیاه های بهتر و متنوعی هم بذارین. یه سری اگر تو گیاهاتون شاخ و برگای خراب داشت اونا رو بکنید بذارین کنار، دوباره نگران نباشین خودش رشد میکنه. خب اینم از اینجا. من میتونستم بچه ها این خیلی شروعش کنم و به قول معروف پر باشه، ولی ترجیح دادم یه مقداری سبکتر براتون دیزاین بکنم خلوت‌تر که شما ببینید. واقعیت شو بخواین خودم نمیدونم چی از کار میخواد ده بیاد، امیدوارم قشنگ بشه. حداقل وقتی که شما برای این ویدیو میذارین یه لذتی ازش ببرید. آکواریوم نگهداری و درست کردن آکواریوم واقعا عشق میخواد. همینطور که زیبا هم هست نیاز به رسیدگی داره، نیاز به وقت گذاشتن و هزینه داره. این گیاه ها رو که شما الان میبینین فکر میکنم هفته پیش سایزش اینقدر بود، یعنی به یه هفته تقریبا یه 10 سانتی رشد کرد. بستگی به نوع گیاهتون داره، یه موقع یه گیاهی هست رشدش کمتره، خب زمان بیشتری میبره. خب یه مدل گیاه دارم اینه چون رشدش کمتره و کوتاه‌تره
معمولا اینها رو ردیف جلو میذارن که دیده بشه. من این نور رو گذاشتم به خاطر اینکه توی فیلم بهتر بیفته و شمایی که داری این ویدیو رو میبینی قشنگ شفاف و زیبا براتون باشه. خیلی کوتاهه ولی دیگه چاره ای نیست. اینم میذارم حالا رشد خودشو بکن. خب اینم بزنم حالا ما که اینو قرار داریم. خب همراهان ملاحظه کردیم به چه صورت بود. فقط یه نکته که خدمتون میگم اینی که شما وقتی اینو میخواین آب کنین، آکواریومتون و تانکتون رو آب کنین، به خاطر اینکه کود و بسترتون جا به جا نشه و آبی که داخلش میریزین لای نشه و گل نشه یا گیاهاتون از توی خاک در نیاد، باید حتما آهسته بریزین. یه ظرفی رو داخل قرار میدین و بذارید من براتون یک ظرف بیارم. خب ببینید یه ظرفی مثل این شما داخل آکواریوم اینجا میذارین، بعد با پاش آبی که میخوام بریزین داخل این ظرف میریزین، بعد از داخل این ریخته بشه داخل آکواریوم و سعی کنین اوایلی که آب میریزین آهسته آهسته بریزین تا این یه مقدار که آب شد یا هم خودشو گرفت بهتر میشه. خب دیدیم به چه صورت اینو دارم آب میکنم، وقتتون رو نمیگیرم. آخر این که آب شده بود و تکمیل بود عکسش هم ادامه فیلم براتون میذارم. همتون رو دوست دارم. ممنون از این که منو حمایت میکنین و دنبال میکنین.